الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، بینندگان نهایت گرامی، مسائل مهمی متعلق به نماز عید به خصوص در وقت ما و در امسال سال خاصی است، ویژه‌ای است که به انتشار مرض بعضی مردم مجبور هستند که داخل خانه عید خود ادا کنند. پس داخل خانه نماز عید مانندی که انسان در صحرا یا در عیدگاه یا در مسجد هر سال با جمعی از مردم ادا میکرد، مانندی از او ادا میشه. به این معنا که تکبیرات عید از شب وقتی که آفتاب غروب میکنه، همون روزی که رمضان ختم میشه، بعد از او تکبیرات عید شروع میکنن تا با وقتی فرا رسیدن نماز عید. در صبح امو روز عید، یعنی بعد از نماز فجر، تکبیرات بلند میگه داخل خانه و همچنان قبل از خواندن عید آمادگی عید میگیره، غسل میکنه و بدن خود پاک میکنه و بهترین لباس خود میپوشد و همچنان اهل خود، فامیل خود، پسران و دختران و خانم، همه از اینها را امر میکنه و حتی برادران اگر در یک خانه زندگی میکنن امر میکنه که آمادگی بگیرن، کالای خوب و بهتری خود بپوشن و بعد از او یک جای خاصی را داخل خانه آماده میکنن برای خواندن نماز. هر یکی از اینا اگر امام میشه از مردها، اگر تنها خودش بوده باشه و همراهش فامیلا و دخترها و اینا بوده باشه، پس این پیش میشه مانندی امام، که امام در هر وقتی پیش میشه و در صف اول قرار میگیره، پیش میشه. و اگر تنها یک فرزند همراهش داشت، در این صورت دست راستش نه فرزند قرار میگیره و زنها همه دخترها در پشت سر در صف قرار میگیرن. اما اگر دو فرزند داشت، در این صورت یا بیشتر از دو فرزند، در این صورت امام در صف اول قرار میگیره و پشت سری از اینها فرزندا قرار میگیرن و اما خانم و دخترها اینا در پشت سری از اینها صف بعدی صف بسته میکنن. ولو که تنها هم بوده باشه، خانم تنها باشه یا اینکه دختر تنها باشه یا اینکه جماعت باشن، اونها صف مستقل به خودشان بسته میکنند. امام وقتی که استاد میشه در نماز، نیتی نماز عید در قلبش است، تلفظ به زبان نیت وجود نداره و یک بدعتی است که در بعضی جاها رواج داره و زبان چیزی تلفظ نمیکنه و به دل نماز عید نیت میکنه و بعد از او تکبیر تحریمه را میگه، دستای خود بالا میکنه تا شانه یا اینکه تا اندازه نزدیکای گوش و بعد از تکبیر تحریمه دعای استفتار میخونه، سبحانك اللهم یا اینکه اللهم باعید، هر دعایی را که یاد داشته باشه. و بعد از او تکبیرات زوائد شروع میکنه، 6 تکبیر میگه. دی تکبیرات اقوال زیادی ثابت است و بر کدامش عمل کنه اشکالی نداره، اما بهتر است که بعد از تکبیر تحریمه 6 تکبیر بگه و در هر تکبیری دستای خود بالا میکنه و در میان تکبیر تسبیح و تحلیل و ذکر اذکاری اگر هر چیزی را که انجام میده اشکال نداره. و بعد از اینکه 6 تکبیر تمام شد، سوره فاتحه را میخوانه و بعد از سوره فاتحه اگر یاد داشت سوره قاف و القرآن المجید ای را خواند بهتر، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همچنان سوره سبح اسم ربک الاعلی اگر ای را خواند به یک اتفاق کرد. و باز سوره که تمام شد به رکوع میره، باز به سجده و باز در رکعتی دوم بالا میشه. بعد از اینکه بالا میشه 5 مرتبه باز تکبیر میگه، دستای خدا بالا میکنه 5 مرتبه به غیر از تکبیر انتقالی که بالا شده 5 مرتبه بالا میکنه و بعد از این باز سوره فاتحه را میخوانه و باز سوره اقتربت الساعه و انشق القمر اگر ای را یاد داشته باشه در رکعت دوم بخوانه، هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یا اینکه سوره الغاشیه را اگر یاد نداشتی سوره ها را، هر سوره ای که براش میسر است یاد داره امو را بخواند. با مجردی که نماز ختم شد دیگر خطبه نداره. البته فرق به نمازهایی که در بیرون است به این فرق میکنه که خطبه نداره، خطبه ایراد نمیکنه و یک دیگر عید تبریک میدهن و آنچه که برشان میسر است، خوشی که در روز عید دارند داخل خانه انجام میدهند.
یک چیز باید متوجه باشیم، فراموش کردیم او را ذکر کنیم. در عید فطر، عید رمضان، قبل از اینکه نماز میخونه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایست که افطار کند، یعنی چیزی بخورد. اگر خرما بوده باشه به خرما افطار کنه بهتر است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به خرما افطار میکردن و عددی طاق اختیار میکردن، 3 یا 5 یا بالاتر. و اگر کسی عذر داره، خرما برش مشکل داره، هر چیزی که میسر است به امو افطار کنه. نماز عید داخل خانه به می طریقه میخوانه و دیگر نماز عید که خوانده شد، دیگر خوشیایی که داخل خانه برش میسر است به اطفالش و به خانمش و هر کسی که داخل خانه از اهل و عیالش است، خوشی ها را برشان تقدیم میکنه و یک جا میشینن، خوشی میکنن و از خوشی های عید مستفید میشوند. البته این خوشی ها مخالف شریعت نبوده باشه و همچنان چیزهایی که برای انسان و دین انسان خدشه وارد میکنه، چنین خوشی ها را باید انجام ندهد. از قبیل مثلا موسیقی مبتذل و بسیار خرابی را کسایی که در این روز میگذارند در خانه به خاطر خوشی روز، از این اجتناب کنند. و همچنان فیلم های مبتذل و لچ و برهنه و رقص زنها و یا مردها با هم، از این چیزا اجتناب کنه و غضب الله را میاره. و این در حقیقت حرام است در هر وقتی، چی در روز عید و در غیر عید. البته آنچه که اجازه است در این روز، دخترها اگر دفی را میگیرن و بیتهایی را زمزمه میکنن، بیتهایی که قهرمانی های مسلمان ها را حکایت کنه، یا این که غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشه، یا در وصف قهرمانی های مسلمان ها، یا در وصف خوبی های اسلام یا ارکان اسلام، هر اناشید یا اشعار یا ابیاتی که در او الفاظهای زشت و قبیح و الفاظهایی که شهوت دیگران را در حرکت میاره، چنین الفاظ نباشه. و همچنان الفاظهای کفری و شرکی چیزا نباشه، از اینا اجتناب بکنه. و دختران خرد، بچه ها اجازه دارن که چنین خوشی را داخل خانه برگزار کنن و آدم مانی از اینها نشود در این روز به خصوص. و البته این عادتی همیشگیشان نمی باشه، غالبا در روزهای عید و در روزهای همچنان عروسی خوشی ها را انجام میدهند و اسلام این چیزا با ما اجازه داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل خانه شان دختران خردی حاضر میشدن، همراه عایشه رضی الله عنها بیت میخواندن. حتی ابوبکر صدیق بالایشان قهر شد، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ممانعت کرد که عید ما است. یعنی به این معنا که در روز عید بعضی خوشی ها اجازه داره انسان، یعنی زیاد سختی بالای فامیل خود نداشته باشه. الله تعالی عید ما را قبول بفرماید و آنچه که زحماتی انجام دادیم در ماه مبارک رمضان، الله تعالی زحمات از ما بپذیرد، قبول کند و کاستی که شده و نقصاناتی که شده الله از ما عفو و درگذری بکند. تقبل الله منا و منکم.